شهری که سالهاست داره میسوزه. گدازه ها زبانه کشیدن، از زمین بیرون اومدن و زمین ترک خورده. دود و مواد سمی همه جا رو پر کردن. آدم ها کم کم ناپدید میشن. اونجا رو تخلیه کردن و راههای بهش رو بستن. نه، فقط در مورد بازی سایلنت هیل حرف نمیزنم، بلکه در مورد شهر سنترالیا حرف میزنم. چرا هنوز کسی خاموشش نکرده؟ وقتتون بخیر. خوش برگشتید به چنل خودتون. من حنا هستم در کانال میس هانز و این بار در این ویدیو با هم این رو میخوایم ببینیم که بازی سایلنت هیلی که خیلی از شما در موردش داستان شنیدید، بازیش کردید، خود من ازش لذت بردم، از کوچیکی تا به حالا بر اساس واقعیت درست شده بوده و البته خیلی از شما فیلمش رو هم دیدید. اگر فیلمش رو ندیدید برید ببینید. یه خورده ممکنه تریلر باشه، ترسناک باشه و وهم و ترسی که میده البته بر اساس برخی از شنیده ها و گفته هایی است که مربوط به شهر سنترالیا هست. بنابراین قبل از هر اتفاقی، قبل از اینکه این ماجرای عجیب و مرموز رو که به دروازه جهنمی که باز شده و رستاخیزی که آغاز شده براتون تعریف کنم، بهتر از سابسکرایب چنل رو انجام بدید، ویدیو رو لایک کنید و اگر دوست دارید اولین نفری باشید که از ویدیوهای ما استفاده میکنید، زنگوله رو هم روشن کنید. اما بیایید با هم بریم به دنیای سنترالیا. این شهر کوچولویی که دارم ازش براتون صحبت میکنم یک جایی هست که دارای معادن خیلی خیلی زیادی از زغال سنگ است و اتفاقا توی دهه 50 یک شهری بوده که خیلی در حال رونق بوده، در حال پیشرفت بوده. اکثر آدم‌هایی که اونجا زندگی میکردن، 2500 3000 نفری که اونجا بودن، همه اونها توی معادن کار میکردن و همون معدن‌ها هم خرجشون رو میداده. اتفاقا شهرشون داشته بزرگ میشده، سرمایه‌گذاری‌های خوبی میشده، در حال ساختن ساختمون‌های زیادی بودن و مشکل اصلی سنترالیا این بود که عمق این معادن همینطور بیشتر و بیشتر و بیشتر شد تا اینکه به عمق 270 متری حتی شاید بیشتر توی زمین رو میکندن و این تونل‌ها و معادن زغال سنگ استخراج پشت استخراج. به خاطر اینکه این شهر بزرگ شده بود و رونق پیدا کرده بود، میدونید که یکی از معضلات شهرها که این روزها باشون مواجه هستن زباله ها هست و به خاطر اینکه نمیارزیده، حالا مثل الان نبوده که یک سری کامیونی بیاد اون زباله رو برداره ببره یا بازیافت بشه. نه، راجع به دهه 60 میلادی دارم باهاتون حرف میزنم. به خاطر اینکه نمیتونستن اون زباله ها رو جابجا کنن، یک جایی بوده، یک گودالی کنده بودن و این گودال قدیمی رو توش آشغالا و زباله ها رو میریختن. یکی دو بار در سال شروع میکردن اونها رو آتیش زدن. طی 10 تا 15 سال قبلی که این زباله ها رو آتیش میزدن، اتفاق عجیب و غریبی رخ نداده بود. اما ماجرا از سال 1962 شروع میشه، زمانی که مامورای شهرداریشون میان زباله ها رو آتیش بزنن، اما متاسفانه این آتش از کنترل خارج میشه. به ذهنشون نرسیده بود اون گودالی که الان دارن ازش استفاده میکنن برای سوزوندن آتش، خودش زیرش بمبی از زغال سنگ وجود داره و متاسفانه آتش بزرگ شد، گسترده شد، رسید به تمامی معادنی که مال زغال سنگ بود اون زیر قرار داشت. ماجرا گسترده میشه و آتش از کنترل خارج میشه. آتش به تونل‌های اولیه زغال سنگ میرسه و مجبور میشن که کارگرا رو خارج کنن. اما متاسفانه زغال سنگ چیزیه که خیلی راحت به طبقه‌های زیرین میرسه و احتیاج به یک کوچولو اکسیژن، حتی بدون اکسیژن هم ممکنه سالیان سال روشن بمونه. برای همین بود که به طبقه‌های پایینی رسید. اولین کاری که آدمای اونجا انجام دادن و اونهایی که مقامات اونجا بودن انجام دادن این بود که سعی کردن حومه اون رو خالی کنن. معادن یه خورده از شهر فاصله داشت، ولی نمیتونیم بگیم فاصله چندین کیلومتری بود. محدوده اون دهنه معادن رو خالی کردن، آدم‌ها رو دور کردن، ولی متاسفانه تصورشون در مورد اینکه این زغال سنگ بعد از چند روز با نبود اکسیژن خاموش میشه کاملا اشتباه بود. آتش گسترده شد و به عمق 90 متری زمین رسید. شروع شد تخلیه شهر و کم کم آدم‌ها رو از اون بیرون کردن. آدم‌هایی که خارج می‌شدن خب همه نمی‌رفتن، ولی اتفاقات عجیب و غریبی وسط این بلبشو در حال وقوع بود. جدای از این که تمام سطح شهر شروع کرد به ترک خوردن و شروع شد دود و خاکستر بیرون اومدن و میدونید خاکستر توی ریه آدم ته‌نشین میشه و عین سیمانی میشه که ریه رو از بین میبره و خب دستگاه تنفس شما رو مختل میکنه. جدای از این آدم‌ها شروع شدن به گم شدن. مردم توی کلیسا جمع می‌شدن، دعا می‌کردن که همه چیز تموم بشه، که یکی از صحنه‌هاش رو توی همون فیلم و بازی سایلنت هیل با هم دیدیم و شنیدید در موردش.
اما مشکل اینه که آدم‌ها گم می‌شدن و دیگه پیدا نمی‌شدن. یعنی عمق زمین رو میدونستیم که دهن باز میکنه در اون سالها، خب نمیتونستن خیلی رصد کنن خاطر اینکه امکانات زیاد نبود. حرارت اون شهر بالا و بالا و بالاتر میرفت. از مردم خواسته بودن که اونجا رو تخلیه کنن، ولی خب ارق به خاک و ارق به زمین و ارق به وطنی که داشتن باعث میشد که اونها از اونجا نرن. همینطور شهرداری، مقامات، کشورداری، فرمانداری همه جا شروع کردن برای خاموش کردن اونجا بیان، ولی خاکسترهایی که اونجا بود اولا تنفس رو مختل میکرد، دوما نمیتونستن آتش رو خاموش کنن بخاطر اینکه زغال سنگ تا عمق 100 متری زمین هم یک کوره شعله‌وری شده بود که همه چی رو داشت در خودش میسوزوند. و به جای اینکه ادامه بدن این کار حالا خاموش کردن آتش رو، حتی مثلا شروع کنن به کندن دورش که به زغال سنگ‌های بقیه نرسه، چون یک عمق بسیار طولانی نیم کیلومتری از زمین تمامش معادن هست تا کیلومترها همینطور معادن زغال سنگ هست. متاسفانه به جای اینکه این کار رو بکنن شروع کردن شهر رو تخلیه کردن و تا دهه 90 این تخلیه ادامه داشت. چندین و چند نفری که مونده بودن از خانواده‌های قدیمی از اونجا نمی‌رفتن. گازهای سمی بسیار بسیار زیاد شده بود تا اینکه زمانی که به سال 2000 رسیدیم دیگه کلاً به جای اینکه هر کاری بکنه فرمانداری یا مقامات، به جای اون تمام اتوبان‌ها رو خاک ریختن، مسیرهای ورودی رو بستن و جلوی آدم‌ها رو گرفتن که به اونجا نرن. تمامی آب و برق و گاز رو قطع کردن، تمام سیم‌های تلفن قطع شد و حتی کد پستی از اون شهر برداشته شد. سنترالیا کد پستی نداره، جایی نیست که شما بتونید مختصاتش رو از روی زیپ کدش و یا کد پستیش پیدا کنید. بنابراین مقامات تصمیم عجیبی رو گرفتن، در حالی که هنوز هم قدیمی‌ها ماجراهای متفاوتی رو از سنترالیا تعریف می‌کنن که اگر همراه من باشید برای شما 3 تئوری رو که حتی براش مدارکی وجود داره، شواهدی وجود داره، پیرهایی هستن، سالخوردهایی هستن که اون موقع کوچیک بودن و الان رسیدن به 70-80 سالگی، در موردش صحبت میکنن. کم کم سنترالیا طوری شد که یک بخشی از زمین هم که کلش زغال سنگ بود و بعد از 50 سال سوخته بود شروع شد به فرو ریختن و یک دره هم اونجا به وجود آورد که هیچ کدوم از مقامات فدرال هیچ توضیحی براش ندادن، هیچ توجیهی در موردش ندادن و فقط در موردش گفتن که اونجا یک منطقه خطرناک هست و ورود آدم‌های نرمال و معمولی به اونجا ممنوع هست. اما هر جا که چنین اتفاقی میفته قطعاً مرکز توریسم و اکتشافات و کنجکاوی‌هایی میشه و چند نفری که برای اکتشافات اونجا رفته بودن چیزهای عجیب و غریبی رو تعریف میکنن. اولا که میگن دور و بر این شهر یا توی این شهر زمانهایی که ماه کامل هست یا زمان خاصی به حالت آسترولوژیکال هست، خیلیا برای سامن کردن، برای احضار کردن، برای پیوندهای خونی، برای جادوهای سیاه و کارهای عجیب اونجا میرن که این خودش یک مسئله هست، مشکلی هست، به خاطر اینکه مقامات اونها رو دستگیر میکنن ولی چون نمیتونن کاری باشون بکنن، خلافی رو در اصل اونها انجام ندادن، مجبورن که آزادشون کنن و دوباره این چرخه مادام ادامه داره. مسئله دیگری که خیلی از افراد راجبش حرف زدن اینه که توی دودها و گازهایی که توی این شهر و سطح این محیط وجود داره، توی این دودها جثه چیزهای بزرگی رو میبینن، جانورانی رو میبینن، آدمهایی رو میبینن که این جثه عجیب هست، چیزایی که ممکنه 3 یا 4 تا دست داشته باشن، قد و قامت بلندی دارن، کلاه خیلی بلندی دارن که نمونهش توی خود بازی سایلنت هیل هم بود و این باعث شده که بقیه اطرافیان و چند تا سکنه‌ای که حتی شاید به 5 نفر بیشتر تا سال 2010 نمی‌رسیدن حرفای عجیب و غریبی ازش بزنن. برای همین هست که تئوری‌های توطئه‌ای متفاوتی براش وجود داره، اما 3 تا از اصلی ترین هاش رو برای شما در حال حاضر میگم. تئوری اولیه اینه که سنترالیا دروازه جهنمیه که بعضی از محققین در سال 1955 شروع کردن اونجا کندن برای اینکه بتونن یک دروازه‌ای به آندرورلد یا اون دنیا بازش کنن و میگن که به یک چیزهایی رسیدن و اون آتشی که در موردش از زباله‌هایی که داشته میسوخته و گسترش پیدا کرده یک حرفی هست، یک حدیثی هست که میگن برای اینکه مردم رو باهاش سرگرم کنن. اما در اصل میگن عمق زمین رو کندن و به تونلی رسیدن که گدازه‌هایی زبانه کشید از دنیای دیگری و میگن دروازه جهنم هست. در غیر این صورت اگر اینطور نبود چرا مقامات شروع نکردن خاموش کردنش؟ چرا به جای اینکه تمام جاده‌ها رو مسدود کنن، کابل‌ها رو قطع کنن، آدم‌ها رو بیرون کنن، هزینه‌ای که برای سکنه اونجا حالا در نظر گرفتن اونها رو جابجا کردن و برای این همه داستانی که به وجود اومد، چرا عوضش سعی نکردن که اون رو محدود کنن و آتش رو خفه کنن؟ در ازا اومدن همه رو دور کردن به خاطر اینکه ماجرا از
از کنترل خارج شد. بنابراین اولین تئوری توطئه‌ای که در مورد سنترالیا وجود داره دروازه‌ای از جهنم هست که بسته هم نشده، هنوز و همچنان باز هست. اگر از اون سال به این ور دقت کنید، اتفاقات شومی که داره میفته و اتفاقات عجیب غریبی که از دعا و طلسمی که حالا بعد از هزاران سال ممکنه دوباره رواج پیدا کرده باشه و انجامش هم میدن، شاید به خاطر همین باشه، چون محل عبور همون موجوداتی هست که میگن توی اون دودها و توی اون خاکستر انگار جثه بزرگی از موجودات دمونیک و شیطانی رو میبینن که در سطح شهر در حال عبور هستن. مسئله دوم اینه که میگن سنترالیا داشته تبدیل به یک مرکز خیلی بزرگی میشده و آدمهایی که اونجا زندگی میکردن و کارفرمایانی که اونجا مسئول معادن بودن آدمهای خوبی نبودن و به خاطر همین عذاب الهی هست که بر اونها نازل شده و این عذاب الهی به خاطر این هست که داشتن از زمین سوء استفاده میکردن برای کارهای شیطانی، برای کارهای اشتباه. احتمال این وجود داره که جدای از این که دروازه جهنم بوده، اونجا رو به قطبی از مرکز شیاطین داشتن به وجود می آوردن و تبدیلش می کردن. برای همین عذاب الهی برای اونها نازل شده. به خاطر همین هست که تعداد خیلی از زیادی از آدم‌هایی که چه برای فضولی و تحقیق و کنجکاوی رفته بودن، چه آدم‌هایی که اونجا زندگی می‌کردن، میگن به طور خیلی غیر مترقبه و غیر منتظره محو شدن. هیچ اثری از اونها نیست. هیچ کس حتی تکه‌ای از اونها رو، خبری از اونها رو و ارتباطی با اونها رو نتونسته ایجاد کنه. برای همین میگن عذاب الهی هست و قرار هست که 1 سده، یعنی حداقل 100 سال بسوزه که تا الان بیش از نیمی از اون رو، نیمی از 1 قرن رو سپری کرده. یکی از ترسناکترین تئوری‌ها که خیلی هم در موردش صحبت میکنن این هست که آتشی که از اونجا آغاز شده در حقیقت شروع آخرالزمانی هست که خیلی هم به ما نزدیک هست و قرار هست در سال 2060 تا 2067 برای کره زمین اتفاق بیفته. آخرالزمانی که آغازش و شروعش از یک آتشی هست که شعله ور شدن رو و آتش سوزی که میتونه همه موجودات رو از بین ببره آغاز شده. در مورد همین موضوع آخرالزمان اتفاقاً توی یکی از کتب مذهبی مکاشفه یوحنا در موردش صحبت شده که در این بخش میگه او چاهی ژرف را گشود و دودی عظیم همچون دود کوره‌ای از چاه برآمد و خورشید و آسمان از آن دود تاریک شد و از میان دود ملخ‌هایی بر زمین فرود آمدند و به آنها قدرت داده شد، همان قدرتی که عقرب‌ها دارند. شاید منظور همون موجوداتی هستند که آدم‌ها رو میخورن، میکشن و از بین میبرن یا فدا میکنن برای یک آخرالزمانی که داره آماده میشه، یا همون موجوداتی که توی دود و توی خاکستر، توی مهی که همیشه پشت تپه اون شهر وجود داره، آدما میبیننش ولی با ترس و لرز راجع بهش صحبت میکنن. اما این تنها جایی نیست که از دهه 60 و 70 شروع کرد به سوختن و تا مدت‌ها این آتش‌سوزی قرار هست که ادامه داشته باشه. برای همین این نظریه و تئوری که در مورد آخرالزمان هست قویاً میتونه بین آدم‌ها بچرخه و خیلی بیشتر راجع بهش صحبت بشه. جای دیگری همین اتفاق افتاده در ترکمنستان هست. حین حفاری در 1970 میلادی، در حالی که داشتن چاه گازی رو، یعنی یک مخزنی از گازی رو میکندن، انفجار بزرگی اتفاق افتاده و بدون اینکه بتونن اون رو خاموش کنن، حفره بزرگی از این انفجار ایجاد شده و آتش سالیان سال هست که در حال سوختن هست. خیلی ها برای فیلم برداری، برای عکاسی اونجا میرن، ولی نام دیگری که دروازه جهنم رو داره هم همین محیط هست توی ترکمنستان. پس این تنها جایی نیست که از سال 60 یا 70 آغاز شده و شاید شروع آخرالزمانی باشه که همه در موردش حرف میزنن و شاید در 2012 انتظارش رو داشتن، ولی تایم و زمان اصلی برمیگرده به یک تاریخ دیگری. شاید تاریخ دستکاری شده و شاید چیز دیگری رو اشتباهاً به عنوان تاریخ اصلی و اولیه برای اینکه حالا فکر ما رو خنثی کنن، سوپاپی از تخلیه فکر ایجاد کنن، برای ما گفته بودن. اما امروز سنترالیا همچنان دود و گازهای سمی خیلی خیلی زیادی داره. همین الان سرچش کنید، در موردش خیلی از مطالب عجیب غریب بیرون میاد. خیلی از تصاویری که برای شما در همین ویدیو گذاشتم تصاویر واقعی هست که با درون از بالا گرفته شده، از جاده‌های بسته شده، دودی که دیده میشه و البته برخی از موجوداتی که شکل و طرحش ممکنه شکل‌هایی باشه که برای شما در این ویدیو نشون دادم. همچنان جایی هست که میسوزه. اون چیزی که میگن در مورد زغال سنگ، میگن حداقل 120 سال دیگه ممکنه که بسوزه، ولی اون چیزی که در مورد سامن کردن هست، از جادو هست، از حضور حیوانات و موجودات شیطانی هست،
و دروازه جهنمی هست که باز شده و شاید رو به آخرالزمان باشه، سال 2060 تا 2067 میلادی رو نشون میده و خالی از سکنه هست. شاید حتی نگهبانان اون دیگه هر از چنگای اونجا میرن و دیگه به اونجا سر نمیزنن. پلیس با ستلایت یا فدرال با ستلایت اونجا رو نگاه میکنه تا کسی وارد نشه، ولی بدونید همچنان خیلی ها کنجکاو هستن و شاید خیلی از اونها برگشتی نداشتن که این داستانها رو از دوستانشون شنیدید. حالا به نظر شما فقط زغال سنگه که داره اونجا میسوزه و تئوری های توطئه‌ای که وجود دارن یک توهم خالی و پوشالی پیش نیستن، چون آدما عاشق تئوری توطئه هستن، همونطور که خیلی از شما برای ما کامنت میذارید، یا اینکه نه اونجا واقعا دروازه‌ای رو به جهنم باز شد و شاید همون سریال Stranger Things هم که تونل و دروازه‌ای به آندرورلد باز شده بود هم داستانش همینه. چیو دارن از ما پنهان میکنن؟ نکنه قرار هست کل کره زمین اینطوری بشه؟ نکنه از اون موقع که این اتفاق افتاده مشکل آب و جنگ آب هم اسمش در اومده و صداش در اومده؟ آینده‌ای که در انتظار ماه چه چیزی میتونه باشه؟ اینکه شما این موضوع رو باور میکنید یا نه تصمیم خود شماست، ولی همیشه باید هوشیار